قاری قطب‌الدین. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید قاری جان. رحمت الله و برکاته. خوب هستین و خیر؟ سلامتی خوب است؟ شکرانه الله. باور دارم که با ترویج خوب اومدگی. البته. ان شاء الله. خب خیلی شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سربلند باشه قاری جان، همیشه بهترین. انشالله که قاری جان بهترین آواز، بهترین قرائت. خطاگی در همین که علی جبل لرأیته حرفی ری را غفص نخوندین. خاشعه وقتی که ایستادیم خاشعه میشه، برای اون که عین الف زبر ع اومدگی هسته، الف اومدگی هست. وقتی که گذشتیم خاشعا متصدعا، بعدا الف رو خونده میگذاریم. شما خاشع گفتین ایستادین، دویم خطا. و در باز خطاگی همین که هو الله الذی لا اله الا هو ملک القدوس گفتین ایستادین، بعدا گذشتنده ملک القدوس بو گفته گذشتین، در حالتی که اینجا الملک القدوس می شود. الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن. انشاءالله بهترین از موندگیش در 4 آیات 3 خطاگی. زنده باش قاری جان. خب یک غزل میگیرستی انشاءالله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. بن ما جمال جان فزا یا رحمت للعالمین. در خواب مشتاقان درآ یا رحمت للعالمین. بن ما جمال جان فزا یا رحمت للعالمین. در خواب مشتاقان درآ یا رحمت للعالمین. در ماتمت جمعی ملک نالان بفوق هر فلک.
از عرش و فرش تا سمد یا رحمتا للعالمین. به شمع تو پروانه ها، از سوز دل دیوانه ها، نعره زنان مستانه ها یا رحمتا للعالمین. شیدای رویت هر زمان از داغ و آید در فغان، بگذشته اند از خانمان یا رحمتا للعالمین. اللهم صل وسلم وبارك علیه. زنده باشی قاری جان، بهترین. خوب انشالله انتظار میشه. قاری حسین جان سلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین. خب قاری جان یک بگیری شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق الله العظیم. زنده باشی قاری جان، بهترین آواز داری. میگم گوش کده بشین. خب انشالله که قاری جان بهترین آواز، بهترین قرائت، بهترین تجوید. خطاگی در همین که همین حرفای کفر رو روشن نمیبرورید. انشالله بهترینه. من بعضی قاریای ای خودمون هم زور میخونده. انشالله بهترینه. خب چند آیت؟ در 2 آیت 1 خطا. خب زنده باشی قاری جان، یک غزل که. بسم الله الرحمن الرحیم. ای برادر تن فرود آور به یزدان سجده کن. ای برادر تن فرود آور به یزدان سجده کن. سجده باشد امر حق ای نامسلمان سجده کن. سجده باشد امر حق ای نامسلمان سجده کن. بنده به سهم و خطا و به نقصان نست سر نهاده بر زمین با چشم گریان سجده کن. سر نهاده بر زمین با چشم گریان سجده کن. گفت با دل شکر برمایان رسول مصطفی. گفت با دل شکر برمایان رسول مصطفی. تا شود از تو رضا معبود رحمان سجده کن. تا شود از تو رضا معبود رحمان سجده کن. سجده سازی افت می سازد خدا هر جرمتت. خواهی گر یابی نجات از ناری سوزان سجده کن. خواهی گر یابی نجات از ناری سوزان سجده کن.
سجده ای تو میبرد آخر تو را سوی بهشت. می شود آنگه غلامت حوران و غلمان سجده کن. آفرید آدم ز خاک آن دم خداوندی کریم، گفت بر جمعی ملائک نزد انسان سجده کن. گفت بر جمعی ملائک نزد انسان سجده کن. سرکشیده سجده به سوز درگاه رانده شد، تا نگردی دشمنی حق همچو شیطان سجده کن. اصل و نسلت قطره آب است، مغروری چیست؟ خاکساری پیش کن و نزد سبحان سجده کن. هر سحر برخیز به سجده خدا را یاد کن. هر سحر برخیز به سجده خدا را یاد کن. قلبی تو روشن شود از نور ایمان سجده کن. در مسلامت سری خم را نبورد دشنه، تا نبورد گردنت شمشیر دوران سجده کن. بهترین قوری جان که بسیاری بعدش نگه که زور میبیو با ماشاءالله. زنده باشی قوری جان. خوب منتظر میشیم انشاءالله. قوری اومدن بعد دعوت میکنیم یک یک. قوری حمزه. سلام علیکم رحمت الله. قوری جان خوش آمدین. خوبه که معرفی هم نکنیم میشه انشاءالله. سرش میکنیم قوری جان که أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. سلامت باشین قوری جان. سلام علیکم. انشالله که قوری جان بهترین آواز بهترین قرائت راحت کردیم. راستی خطاکی در همین که ولکن رسول الله در حالت ری زبر شدن حرف ری را تونو خوندید، بوک اورتا و حرف کف رو قلقله کردین و همین حرف های هی سبوک کمتر غفص میخونین با قرطق میخونین. انشالله که بهترین قرائت موندگیش در 6 آیت 3 خطا انشالله بهترین. خب قوری جان یک غزل میخونده انشاءالله. خدایا ذکر دار ما در گذر، که ما پر گناهم تو آموزگار. تو ما را خدای ما بنده ایم، ز تقصیر طاعت سر افکنده ایم. یقین است که ما بندگانی توییم، اگر نیک و اگر بد از آنی توییم. پسندیده خدمتی نکرده ما، ز شرمندگی روی زرد ما.
چی عذر است که این کی بروزی شمار که گوین حاصل چی داری بیار نکردیم طاعت چی آرم پیش که شرمندهیم از بدی های خیش بله و لعب عمر در باختیم دریغا که قدری تو نشناختیم الله ربنا و هو رب العالمین. سلامت باشین قاری جان، ماشاءالله هسته بهترین. خوب قاری حجت الله، سلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین. خب اکه امگید معلومه میشناسنتون بهترین است. خب شروع میکنیم قاری جان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظیم. سلامت باشه قاری جان. انشاءالله بهترین اول بهترین قرائت خطاگی در همین که انا حرفی ری رو جموندین، یعنی کم تر قلقله کردین و در اعوذ بالله شیطان الرجیم گفتین، کشیدین حرفی تا را در حالتی که به مانند دو انگوش کشیده می شود. انشاءالله در 5 آیت 2 خطاگی. خب قاری جان یک غزل میخوندین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدامم مست می دارد نسیمی جهدگ سویت مدامم مست می دارد نسیمی جهدگ سویت خرابم می کند هر دم فیر بی چشمی جادویت خرابم می کند هر دم فیر بی چشمی جادویت پس از چندین شکیبایی شب یارب توان دیدن پس از چندین شکیبایی شب یارب توان دیدن که شمعی دید افروزم در محراب ابرویت که شمعی دید افروزم در محراب ابرویت سوادی لوح بنشین را عزیز از بحر آن دارم سوادی لوح بنشین را عزیز از بحر آن دارم که جان را نسخه باشد ز لوح خالی هندویت که جان را نسخه باشد ز لوح خالی هندویت اگر رسمی فنا خواهی که از عالم براندازی
اگر رسمی فنا خواهی که از عالم براندازی، صبا را گو که بردارد زمان برق از رویت، صبا را گو که بردارد زمان برق از رویت. اللهم صل وسلم و بارک علیه. ماشاءالله قاری جان، بهترین است. خب منتظر میشه انشاءالله. قاری اکمل، سلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین. خب شروع میکنیم قاری جان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم. ماشاءالله قاری جان، ماشاءالله هست. انشاءالله که قاری جان بهترین آواز، بهترین قرائت خطابی در همین که در وقت تلاوت قرآن باید دهان کشاده شود، در حالتی که وقتی که اگر دهان محکم باشد حرفها خوب نمیبراید. ببینید که بسیاری قاری جان فهمیدن که این حرفها روشن نمیبراید، هاونا به بینی چخیل که به بینی برآمد حرفها. خطاگی در همین که بسم الله الرحمن الرحیم و هو الذی جعل اللیل والنهار خلفة لمن اراد. میگه می ایستیم، شما لمن اراد گفتین ایستادین، در حالتی که دال زبرده هسته، دال الف نیسته. ای یذکر او اراد، او خوب نبرآمد، در حالتی که شما دهان را خوب نکشادین. دو خطا. و حرف ه را هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. حرف ه را غفظ خوندین و انشاءالله موندگش. و حرف قاف را در حالت زیر غفظ خوندین. و قیامه در 4 آیات 4 خطا. خب قاری جان یک غزل میگرفتین. ای ماهی عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب فروز من، از من چرا رنجیده ای؟ یک شب تو را مهمان کنم، تا جان و دل قربان کنم، جای تو در چشمان کنم. از من چرا رنجیده ای؟ ای جان من جانان من، بر من نگر سلطان من. یک شب یا مهمان من، از من چرا رنجیده ای؟ از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق زاری توام، تا جان وفاداری توام، تا زندم یاری توام.
از من چرا رنجیدیم از من چرا رنجیدیم اللهم صل علی حسن شو. خب زنده باشین قاری جان. خب منتظر میشیم انشاءالله. قاری محمد امین. سلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمده. خب قاری جان شروع میکنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم. بهترین قاری جان ماشاءالله. انشاءالله که قاری جان بهترین آواز بهترین قرائت حرف ها رو کمتر کوک میگیرین یعنی با قوت نمیگیرین در وقت قرائت. و ما هو بقول شیطان الرجیم یا رو قلقله کردین. فاین تذهبون در اینجا هم نیز همین طور حرفی ذل رو قلقله کردین. لمن شاء منکم خون نمیکنیم یعنی میقپیم. ای یستقیم انشاءالله موندگش بهترین است. در 5 آیت 2 خطا. خب قاری جان یک غزل میخونه. در وقت جان سپاری یا رهنما تو رحم بین دانم یقین غفاری یا رهنما تو رحم بین تلخی جان دادن پوست رازی گوش کشادن در وقتی آب دادن یا رهنما تو رحم بین آری بر زبان مان داری نگاه ایمان مان آخر چی هست تو حال مان یا رهنما تو رحم بین آخر چی هست تو حال مان یا رهنما تو رحم بین اللهم صل و سلم و بارک علی. زنده باشین قاری جان ماشاءالله هست ماشاءالله. خب منتظر میشین قاری جان. خب برادرای عزیز یگان کس از ما نرنجن. ما همگی اینها را دوست می‌داریم. کدامش که خطا کرد و خطاگیش میگیم چند بال گرفت بالاشون گپ میزنیم ان شاء الله. کسیش که غلطید خیر با تیاری میبینه با آینده در میشوه ان شاء الله. خیر ما همشون با دوست می‌داریم. خب دعوت میکنیم یک یک. قاری محمد نبی. قاری جان خوب هستین؟ مرحمت اینجا. خب قاری جان 3 آیت خوندین 2 تا خطا کردین. نه بال دادیم در آیت خوندنتون. در غزل خوندنتون 8 بال دیگر میشه 17 بال. انشاءالله شما رو ما در دوره 3 منتظر هستیم. خوب تیاری بینید انشاءالله که کرد باز سخت می‌خفینده. خدا نگهبانتون. معلش خوب زنده باشین. قاری زرابیدین. سلام علیکم. خب قاری جان اگر یکی بغلطه ما خفه نمیشه؟ نه
برکت بدن همین آزمون بسه برای ما. راضی ای موخی زنده باشین نمودیم. زنده باشین میندار هستیم. قاری جان نهایت خوندین 8 خطایی خیلی کلام هستن خیلیتون میفهمین انشاءالله. ما 7 بال دادیم دهمی. غزل خوندین در غزلتون هم خیلی با خاطر آواز زیباتون اگر ای غزل میشه شما میگذاشتین نه که اینجا هم تجوید میبینیم هم غزل 7 بال دیگه دادیم 14 بال میشه. اگه از ساعت میگیرین دقیق ما دعا میکنین نکن در علاقه باشین همیشه با ما. خداوند نگهبانتون باشه قاری جان. آزمونای نو انشالله انتظار شوید. قاری امام نظر. سلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوب هستین؟ زنده باشین. خیلی قاری جان با فکر خودتون میدونین که زنده باشین که قاری جان. خب 3 آیت 6 خطایی. آیت‌های کلام نگرفت اگر مایده میگیریدیم ممکنه که کمتر میشه. ما 5 بال دادیم برای چی خیلی خطونم انشاءالله که میفهمین نکیم از سبب آوازتون زیبا است آواز فورم دارین دلنشین است خصوصا پدری ما همین خطا دمی بردم گوش میکنه بهترین است 7 بال دیگه داری دادیم 12 بال شد خیلی انشاءالله که از ما خفه نیستین و خیر بهر همون انسان‌هایی که در کامنتاریو می‌نویسن آدمای را غلط خوندیم بسیار سخن‌های ناجا میزنن چی گفتنی هستین؟ شخصانی که نسبتی من برادر قاری عبدالخلیل جان نسبتی برادر صدای امید شخصانی که ما را دوست می‌دارن اگر در روسیه باشن یا که در تاجیکستان باشن کدام شخصی ده که ما معقول باشیم ما را گوش میکنن با واسطه صدای امید مبارزه قاری ها یک التماس اگر کسی مرا دوست می‌داره کامنتاری که می‌نویسه نسبت همین برادران ما راضی نیستم اگر کسی مرا دوست می‌داره همین برادرای ما را دوست می‌داره کسی اگر مرا دوست می‌داره یا را دوست نمی‌داره ما راضی نیستم میندار است هزار رحمت الله خداوند نگه زیاد خیلی انشالله. یک پدرکه نوچیز داریم که قبولش کنیم یادآوری میمونه انشاءالله یک قرآن دیگر انشاءالله دعاگو باشه خداوند نگهبانتون باشه میندار هستیم. خب قاری حاسدین سلام علیکم قاری جان. خب سلامت باشین قاری جان. قاری حاسدین جان 4 آیت خوندین 2 خطایی و 4 آیت ما 9 بال دادیم دوستونه که بال ندادیم شما میغلطیدین که جورا 7 بال دیگه دوستان دادین 16 بال شد در دور سوم شما رو منتظر هستیم زنده و سلامت باشین. خب خوب تیاری بیننده کرد زنده باشین. خب قاری ایدیبک سلام علیکم قاری جان بار دیگر خدا نگهبانتون باشد. قاری جان امجا من دفترم من خیلی پشم میشه اگر همه آواز میشد کو من 100 بال میدادم ای آواز میشد اگر ای نشید خونی میشد 100% میگذشتی یگم چی گفتن نداشتم برای چی که آواز زیبا و بلند فورم دارین آوازتون فورم است انشاءالله. 5 آیت 6 خطاگی خیلی کلان است ما داریم 5 بال دادگیم به خاطر که خیلی خطاگی خیلی زیاد شدگی است و 8 بال دیگر در آوازتون دادگیم که دیدی از آیت خوندنتون یعنی که نشید خوندنتون آواز بلند است از ما خفه نیستین؟ نه سبحان الله چه خفه نیست نکم 13 بال گرفتین خیلی خطان فهمیدین که انشاءالله نکم داخل ما با دعا باشین و حتما با شما همکاری میکنیم و روزهای نزدیک انشاءالله نشید خانی ها میشود دعوت میکنیم تا باز خونه دعوتون میکنیم هر یک قاریایی که این روز قاعده شدن من رقمای همه اینها رو سخن میکنم با هر یک کدومشون دعوت میکنم صحبت آزاد میگذرونیم و انشاءالله غزل خون باشن کدومش آیت خون باشن خواندن میگیرد ما میتونیم که خوان شبکه‌هاشون میسوزیم میتیمشون خوان در شبکه‌های ما میخونن چه خیلی که با اون معقوله ما دستگیریشون میکنیم لیکن ما خیلی دوستون می‌داریم زنده باشین در حق ما با دعا باشین خداوند نگهبانتون باشد. یک
تحفه ناچیزی ما را قبول کنین. انشالله. نه که قبولش میکنین انشالله. یک قرآن دیگر هم انشاءالله میگیرین در حق رحمت پروردگار همه غریبا دعاگو باش. آزمین شما کردگی خدای مهربان همه ما و شما را وارد جنت کنه. آمین. بله مهاجران چی گفتنه؟ دعا میکنه که ما را آخری مرگ در به ایمان برامونه همین قناعت شرفه. زنده باشه ایمان قاری جان. دنیا میلا سامان باشه که میره خدا به ایمان برامونه. حضور زنده باشه قاری سلام جان. علیکم باز رحمت خدا الله نگهبانتون باشه. وبرکاته. همین دعاش قاری مبارک. السلام علیکم و رحمت الله. قاری جان یک کرد من گفت دفعه نه او دفعه بی‌نهایت فورم بده باور کنین. خیلی هم آوازی فورم همه طرفه خوبی طرف کرد خیلی سست. سبب در چی باشه؟ کارده بدین زنده باشین ده این سبب ایده غلطی دانتون خیلی خفه نمیشین انشاءالله. خب قاری جان 6 آیت خوندگی هستین 2 خطایی دارین. ما در 12 تا بال موندیم نکیم این کرد نشیتون خطون دیدین که چقدر ها؟ چی گفتن؟ مرامت گاز زنیم برای خاطری؟ نه مقصد اگر به خاطر درست خوندنش باشه نه به خاطر درست خوندنش نه اگر درست خوندنش باشه ما باید به نظر میگیریم ما باید بالا پس میکنیم به او خاطر 7 بال دیگر در نشیتون فکر 19 بال در دور سیوم شما رو منتظریم. زنده باشه قاری جان خوب تیاری کنید ده کرد زنده باشین دور سیم داد منتظرین تون. خب زنده باشین. قاری قطب‌الدین سلام علیکم و رحمت الله. قاری جان راستی همین چهرهتون چنان چهره زیبا است نورانی است الحمدلله. تماشابینا رو هم خیلی سخن‌های خوب نوشتگن در حقتون در حق همه قاری‌ها که اشتراک کرده بودن سخن‌های نیک نوشته هستند و چندین مادرها به ما زنگ زده و باور کنین خیلی از 70 سالها تا 80 سالها رو دعا دادن در حق هر یک شما و گریه کردن که این خیلی بلبلا بوده هستند. شما هستین که وطن ما آباد است و ستمان وطن هستین. خب انشاءالله قاری جان تیاری دفینت خیلی سست خطاگی در تجوید خیلی کلان گرفته. این مثال در 4 آیت 3 خطاگی های ما در همه 7 بال دادیم به خاطر که 3 یک شانس دیگه باشه راستش کمتر انشالله که باوری دارم که در بازی میتیم یک شانس باور کنید 2 آیت بخونین میشه 2 آیت بخونین 2 خطایش نگالتین تمام. مرامت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. بهترین شد قاری جان. قطب‌الدین جان ما به شما همگی 14 بال داده بودیم ای سببی که خیلی ما در اینجا شانس دادنی بدم که برای چی که خطان 4 آیه دست خطایی کرده هستین اگر 4 تا میشد خیلی غلطی دین کو ای سببی که خیلی باز در او دفعه خوندگی خیلی فعال بود ما 2 بال یک کوش کردیم میشه 16 بال. ما در دور سوم شما رو منتظر هستیم. خوب تیاری خطیبین ان شاء الله. خوب زنده باشین قاری جان. قاری یاسین جان سلام علیکم. قاری جان او کرد خوشرو خوندی این کرد چی شد؟ غزلا را دیگه سوز خوندی بازی بسیار کرده چی؟ ایدمی بازی. صنف چند هستین قاری جان؟ صنف 5 هستین؟ مکتب میخونین؟ سلامت باشین. اول سخن میکنین برای قاری ها و مردمی که تماشا دارن چی گفتنی هست اول بکنین بعد من خلوط اشتاق میکنم به میری خیر خش کده مرامت گپ زنیم برای قاری ها به حضر گپ زنیم یکم چی نیست ما برو نفتیم
گم میزنه چرا اول بلوچ نگم بعد دلش پر میشه سلامت باشه. خب قاری جان زنده باشی. قاری یاسین جان 2 آیت خوندن، یک خطاگی 12 بال دادیم تو. این خیلی خوب است و 6 بال دیگر در نشیتون دادیم 18 بال. شما با دور سیم گذاشتین که دور سیم داد خوب تیاری میبینین انشاءالله که بسیار خوب شده. خب اگر یکم سخن داشته باشی مرحمت قاری جان. دفعه سیم دگاه میزنی ها؟ زنده باشه قاری جان. ماش خدا نگهبانتون دعاگو باشین مایلش. خب زنده باشه قاری جان. خوب قاری حمزه سلام علیکم و رحمت الله. شما دیم قاری جان. خب قاری جان 6 آیت خوندین، 3 خطاگی در 6 آیت 10 بال دادیم. بر غزل خوندنتون 6 بال 16 بال. انشاءالله که دفعه سیم ده ما شما را منتظر هستیم. زنده باشیم قاری جان. یکم سخن بحر مهاجران چه گفتنی هستین؟ سخن گفتنی هستم که این قاریا به دور دیگر تیاری خوب بینن و به سری بلند از اینجا بروند. خداوند نگهبان باشه همه ما و شما را. زنده باشه قاری جان. خداوند نگهبانتون باشه. مرش خوب. قاری حجت الله سلام علیکم و رحمت الله. خب قاری جان یک چیز بگم که کرد خیلی سست بدینو 5 آیت خوندی نه 2 خطایی خیلی کمالش دایش ما بال میتیم نکیم در غزل خوندن تو فکر کنم غزل در خود معخوش دیگه نیست ها. زنده باشه قاری جان. 13 بال دادیم تو نه برای آیت خوندنتون، 4 بال دیگه برای نشید خوندنتون، 17 بال. دفعه سیم ده شما را منتظر هستیم. زنده باشه. خب قاری اکمل سلام علیکم و رحمت الله. قاری جان چند پاره بدین؟ تمام کردگی بدین. خوشا به حالتون. چرا در رو دفعه خطایی کم بده دفعه زیادتر شد؟ ما گفتیم که تیاری بینین طول 1.5 ماه گذشت یا 1 ماه گذشت نمیدونم چند خیلی گذشتنتون نه؟ یکم کم تیاری دیدین. مزه نبود که من چی نگیم. مزه نیست نه؟ انا هم سبب مزه میگیریز یک ده. خیلی انشاءالله که باز آینده در بهترین وای است. آزمون است انشاءالله باز میشه و خیلی خدا خواهد. باز شما غلطین اگر اینجا از ما ناریزو میشین. نه. چه گفتن یعنی بحری انسان‌هایی که در زیر کامنتر سخن‌ها می‌نویسن؟ گفتنی هستم که یگون گپی ناجو گپ نزنن چیزی هست بحر حقه تمام. البته خفه نیستین آخه شما. زنده باشین قاری جان. قاری اکمل جان 4 آیت خوندین، 4 تا خطاگی است. 5 بال 4 تا خطاگی. ما خودتون گفته بودیم که اگر هر یک آیت خطاگی شد بال خیلی پس میشود. خوب در غزل خوندنتون هم غزلتون هم خیلی بگیم غزل خوب است و از اگر بخوای یه شانست بتیم یا 3 آیت میخونی 1 خطاگی شد میغلطین به سبب که شما در 4 خطایی کردگی. راضی هستین؟ معلش اینه 1 آیت دیگه میگیرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. صدق الله العظیم. زنده باشی قاری جان. سبب یک گذراندن من
як сабаб дорад ки қориҷон сипора ҳастай. Сипораро аз худ кардаги ҳастай. Ба ҳамин сабаб мо қориҷонро шанс додаги ҳастем ва ҳам овози зебо дорад, овози бақувват дорад. беҳтарин мехонам ва мин даҳраша кам мекушоям. ҳарфора яъне ки бубурорда. равшан намебура ҳарфора. Анамина мо ба инобат мегирем икарат иншааллоҳ. Ма 5 бали дига барои нами бехатогӣ метимад 16 бал меши. Иншааллоҳ ки дафи сеюм да ҳама бидонем ки мисол касе ки бибара, касе ки мисол як хатои кад, ду хатои кад вай гузаштагӣ ай. Бо қатъи инсоне мемонем ки ӯ хато кардагӣ нест, қатъиян ҳамон мемонем ду кас мешавад. Мехонан ҳам хед икарат мумкин ки 4-5 бор се оятӣ мехонен, се оятӣ тайёр мекунен, 4-5 боре мепурсем то ҳама оята хонден, бо гузашти мунтазир меши касе ки ғалати меравад, касе ки на ғалат қатъи ӯ бо мехонӣ, бо дигар оятҳоро мехонӣ. Ҳамин сабаб мо хай даври сеюмда шуморо мунтазир ҳастем. ҳамин ба наздикия хуб тайёрӣ бубинен. мо ҳамаро як бора даъват мекунем мекарад. Мисол 20 нафар 30 нафар ҳастен, аз шояд ки аз саҳар шавад, ҳамин соати 9 сар мекунем то соати чанд ки давом тиҳад, финал аст. Хай дар даври сеюм шуморо мунтазир ҳастем. Худо нигаҳбонтон бошад. майлаш. Қори Муҳаммад Амин. Салом алейкум раҳматуллоҳ. Қориҷон зинда бошед. хуб қориҷон, шумо 5 оят хонден, 2 та хатогӣ карден дар инҷо. 10 бал додимтон. барои ғазал хондантон бо 6 бали дигар 16 бал. худо нигаҳбонтон. дар даври сеюм шуморо мунтазир ҳастем. баҳри тамошобинон чӣ гуфтанӣ ҳастен? салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. аввало раҳмати аллоҳро ва мағфирати аллоҳро ба ҳама хоҳонам ва хушо ба ҳоли мо ву шумо ва хушо ба ҳоли ин бародарҳо. аллоҳ аз инҳо ва аз мо розӣ бошад ки инчунин барномаҳоро ташкил карданд ва мо метавонем ки гуфтигӯ гапҳо ки дар паси парда пинҳон меоем ва чизе дорем иншоаллоҳ худро месанҷем. аллоҳ аз ҳамаи мо ва шумо розӣ бошад. зинда бошед. худованд нигаҳбонтон қориҷон. майлаш. саломат бошед. хуб қориёне ки номбар кардему наёмаден, гунаҳкор худатон ҳастен. баъзе қабул кардагӣ нестен, баъзе телефонотонро бардоштагӣ нестен. кадомет ки телефонотонро ки ҷавоб наметиҳен, бидонед ки мисол хай мо озмуна мондагӣ ҳастем. ман чанд маротиба ба шумо занг задагӣ ҳастам, телефонотон хомӯш аст, гудок рафтагӣ аст, намебардорен. ҳамин сабаб касе ки наёмад фаромӯш накунад ки ӯ дигар наметавона омада. анакоз боз қориёе ҳастае ки мисол як даври дигар дорем, намедонам 7 нафар 8 нафар дигар мондагӣ ҳастае, занг мезанем мебиёяд унҳоам. ҳамин сабаб ҳамеша телефонотонро дастрас бимонед ки мисол мо занг зада битонем барои шумо бирасонем. ҳамин рӯза ҳама 2 рӯз шуд занг задам, хай набардоштанд. хай касе ки наёмад, хай бо иншааллоҳ мешавад. боз озмунҳои аз пеш аст, озмунҳо хеле зиёд ҳастанд. бо дар онҷо иншааллоҳ ки иштирок мекунад. худованд ҳар яке мо шуморо барои сиротал мустақим ҳидоят кунад. дар ҳақ мо бо дуо бошен, фикр накунед. мо ҳама инҳоро дӯст медорем ва худо ёру мададгоратон бошад.